الان میخوایم بریم باشگاه. البته امروز من حال خوبی نداشتم اما دیگه دوستم عرفان گفتیم بریم. از گوشی هم یکم کثیفه، بریم یه تمرین بکنیم، یه رکورد بزنیم. این میاد دوست ما یا نه؟ منتظرم تا بیاد. از اون ور داره میاد. داره میاد یواش یواش. بریم باشگاه. البته من امروز خیلی حال نداشتم اما دوستم میخواد بره رکورد بزنه، رکورد پرستینه بزنه. اومد اینا اینجا وایستاد. ما بریم باشگاه. یالا آقا عرفان همه تا بین دی پنجشنبه بعده. یالا آقا عرفان نه خبر؟ Sağ ol yallah. عرفان نه خبر؟ Gelmedi. evdadı da Niye gelmiyor? gelmedi. بریم باشگاه. الان دوستم رفته خونهشون، نمیدونم پمپ بیاره یه کمی بخوره و رکورد بزنه. میگه میخوام امروز رکورد اسکات بزنم، بالای 270-80 بزنم. بعدشم البته یکی دو بار قهرمان کشور شده اما خب دوباره بازم دوست داره قهرمان کشور بشه. الان اینجا دم درشونیم. البته من کفشام یادم رفت، گفتم که یکم بی حالم، کفشام یادم رفت. بازم با دوستم بریم کفشامو بیاریم. این ولاگ امروز من و عرفانه واسه رکورد زدن عرفان. حالا با ما باشید. دوستم اومد برگشت، پمپش دستشه. این پمپ اوورد منم بخورم یکم به حال بگیرم. البته امروز خودش میخواد یه رکورد بالای سنگین بزنه. البته خودش قهرمان کشوره اما خب دوباره میگه میخوام همه رو لوله کنم تو ایران. دوباره برگشتیم خونه ما. کفشام یادم رفته بود اونا رو برداریم دوباره برگردیم. داداش عرفان و من و ولاگ داداش عرفان و من خوش اومدید. داداشم هم افتاد گفت بازم منم میام باشگاه. اینم اومد با همون رفت باشگاه. عرفان با حمید میریم باشگاه ببینیم چه رکوردی میتونیم بزنیم. نمیتونم بدون من تمرین. اول داریم میریم خونه حمیدینا، چیزشو لباساشو ورداره بریم خونه. مامان از امروز بده با سرعت رشی. باشه. عرفان داره ماشین میرونه ببینیم امروز 280 میزنه یا نه. عرفان گل میدی 280 بزنی؟ زد انشالله. انا برموشو قیدی رو. اینجا وایستادیم. عرفان رفته قهوه بخوره بیاد یه رکورد بزنه. داریم میریم طرف باشگاه. اینم حمیده. بعد دیگه هیچی تا بریم باشگاه. رسیدیم باشگاه. یه تمرین بزنیم ببینیم چه خبره. خود منم ماشاءالله فیلم شهید عرفان. ماشاءالله عرفان وزنه 256 255 90%. ماشاءالله عرفان.
آماده برای مسابقات کشوری. راحت. اینم آخر ولاگ که از باشگاه در اومدیم، داریم میریم خونه. صبح اومدیم دیگه الان شب شده، شبه داریم میریم خونه. اینم ولاگ رکوردگیری آقا عرفان بود. حمایت کنید، دوباره سابسکرایب کنید، دوباره ولاگ بگیریم.